موضوع دیگه هم است. دسته رو صدا راه ها نسبت به واقعه اخیری که در مسجد در اینجا واقع شد، بسیار مردم ما کاری وهابیاست، کاری سلفیاست، این کار فلانی کرده، این کار فلانی کرده. نکنه. تهمت به کسی نسبت قتل گناه کبیر است. کسی که نسبت قتل به کسی میکنه این گناه کبیر است، چرا این تهمت است. اگر کسی زنا نکرده این نسبت زنا را برش میکنی، این گناه کبیر است. خدا چرا در گناه کبیره مبتلا میکنه؟ رسول الله میگه ایاک و الظن فان الظن اکذب الحدیث. خدا نگاه کنی از گمان کردن، نعوذ بالله، چرا که گمان بگویم کاذب ترین سخن است. چرا گمان است، سند نداری، دلیل نداری. در دیگه جای رسول الله میگه که کفا بالمرء چیستا کذبا ان یحدث بكل ما سمعه. کافی است برای یک مرد از حیثیت دروغ گفتنش که هر گپ میشنوه شایع کده میره. او مردم، ما الحمدلله امتی هستیم که پابند دین هستیم، تابع کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يحل دم امرئ مسلم، حلال نیست خون، لا يحل دم امرئ مسلم الا من باحدى ثلاث، حلال نیست ریختن خون یک مسلمان مگر به یکی از سه چیز. الصیب الزانی، صیب زانی دومش، و النفس بالنفس. یکی کسی که نعوذ بالله زنا بکنه خود در حالی که توی شده باشه، مرد باشه یا زن، توی کرده و بعد از اون مرتکب زنا میشه، عالی خونش روا میشه، حلال میشه خون ریختنش. اما برای کی؟ برای تو نه، برای سلطه، برای حکومت اسلامی. حکومت اسلامی باید ایره قصاص کنه، افراد ایره کشته نمیتونه. دین اسلام دین منضبط است. نظام طور حاکمیت میکنه که آینده دشمنی در بین مردم برقرار نشوه، آتش دشمنی اضافه نشوه، مستمر دوامدار نشوه. از او خاطر هر معامله در حکومت تسلیم میشه. و النفس بالنفس، کشتن نفس در مقابل نفس. یک کسی قاتل شوه، یک کسی را بدون ناحق میکشه، آلی او قصاص میشه. قصاص تو میکنی؟ برادرش بخیزه او را دم بزنه؟ نه، برادرش مراجعه به حکومت اسلامی میکنه، حکومت اسلامی از او قصاص میگیره. سومش التارک للجماعت، سوم نفر کسی است که جماعت مسلمانان را بگذاره بره و نعوذ بالله منحرف شوه، که ما و شما در اصطلاح خود را مرتد میگیم. یکی از ضروریات دین منکر شوه، یکی از امور دین توهین و تحقیر و مسخره کنه، نعوذ بالله، در این صورتی مرتد گفته میشه. ایام در پیش تو نیست قتلش، بلکه قتلش به حکومت حواله شده. برای ما رسول الله نقشه داده، ما کسی را اینطور نیستیم نعوذ بالله به محض مخالفت مذهبی یا یک مسئله برایم کسی را قتل بکنیم. این مخالفت های علمی است. این مخالفت هایی است که ما در مفکوره و نظریه قطعی مردم داریم. الحمدلله ما اینطور مردمایی داریم که در هر جنازه نام مرا مشخص میگیره، ترجمه مرا مشخص با مردم اینطور میمونه، بعد از او سر من رد میکنه، لعنت میگه و دشنام میگه. انشالله نخواد نامیشم کدام روز گرفته باشم بد گفته باشم. یاد داری؟ نخواد انشاءالله. ما اسلوب الله را پیش میبریم، ما گاهی نام مشخص نمیکنیم. ما قرآن بر ما یاد داده این الذین کفروا سواء علیهم، کسانی که کافر است، اگر احمد است، اگر محمود است، اگر هر کس است، از چین است، از امریکاست، از افغانستان است، از هر جای است. و سخن ما، این سخن ما شامل حتی خودی ما میشه بس اوقات. اما عمل دم موجود باشه، ما امو سخن سر ما مصداقش میگردم. ما باید کوشش کنم که از این مصداق اینمی امر مذموم و بد خدا بکشم، خدا جدا کنم. ما تعالی را او مردمی که بر سری بازار اعلان میکنه نامی ما را گرفته که بسیار خطر به ما داره، ان شاء الله اقدام در مقابلش نکردیم، حتی نامش هم نگرفتیم، دودشنام هم نزدیم. در علیه ما اوراق چاپ میشه. در او اینطور مسائلی است که شما هر کدامتان یک طفلم بگوی نخوادم او عقیده را داشته باشه. اگر کسی شما در اونجا نوشته کرده دمو ورقا میگه زیارت رسول الله شرک اعظم است، شما عقیده داری امی شما سلفی هستی؟ شما عقیده داری؟ ما زیارت رسول الله را در صورتی که در مسجد نبوی ما برویم اونجا از جمله سنن میدانیم و این افتخار بری خود میگیم. عجیب است. یا دنیا ورقا را نشر بکنه. کدام ورق از ما دیده که نشر کرده باشیم؟ یک فرقه را گفته باشیم که اینی فرقه اینطور است،
ما تقریر میکنیم، بیان میکنیم، اصل موضوع دین بیان میکنیم. در اصل موضوع دین آلی اگر سخن ما مصداقش تو قرار میگیری، بعد یک دفعه اول و بعد از شنیدن سخن ما تو را به الله قسم از تعصب و عناد دور کو خدا، یک دفعه سری سخن فکر بکن. اگر این سخنم بنیاد داشت باید مراجعه بکنی در اصلش، که اصل اینی سخن در فلان کتاب است، در حدیث آمده، در آیت قرآن آمده. امیر رقم که مولوی صاحب گفت امیر رقم است یا نه، مراجعه کنه. پس از اینکه دیدی که در او کتاب هم همین قسم است، بعد از او مناسب است که توبه بکنی و عمل مضمون تا اعلام بکنی. بهترین موقع و فرصت است برایت. اگر نیکی سخنی ما سند نداشت، راسن بیا بگو مولوی صاحب متوکل اینی سخنی تا از دل گفته ای، خلاف گفته ای، در شریعت نیست، در قرآن و حدیث نیست، چرا می سخن گفته ای؟ ما انشاءالله که 100 سالم سری سخنم تیر شده باشه و خلاف قرآن و حدیث باشه، ما پس گرفته نیستم. ما انسان هستیم، خطا میشیم، دعوای معصومیت نمی کنیم. ما بسیار کوشش میکنیم، به می خاطر ما این ورق نوشته میکنیم که یک حدیث میخوانیم بعد درست بخوانیم، سند بعد داشته باشیم دیگه. دو وقت توم سر ما انتقاد کرده میتونی. این مخالفت ها تنها به امرای صوفیان نیست، به امرای بقت بسیار مردم. در خود سلفی ما امروز ما قطش مخالفت داریم. یک تعداد سلف ما داریم دو آتش است، با مجردی که ادنا عمل ببینه میگه مشرک شدی، میگه کافر شدی. ما قطعی مخالف هستیم. ما چند جمعه همینجا بحث روان کرده بودم، سلفیت تشریح کرده. از او خاطر این تعداد دوستایی که آتش نفاق دیگه هم پف کرده رویستن و میخواه فرقواریت و جنگای فرقواریت در این وطن رایج کنه، در این مورد این مردم ها باید بفهمن، بیدار باشن، نکنه پیش الله مسئول هستی. البته این اعلان ما به این خاطر نیست، به الله قسم اگر کسی حراس داشته باشه، مرگ ما به دست کیست؟ الله متعال است. و در ثانیه‌ای که نوشته شده که کلی عالم بزنه که یک سکند قبل از او مرا در مرگ مواجه کنه نمیتونه. ما عقیدیم است کسی نمیتونه. لیکن ما میگم که بجای از این که ما افواهات کنیم، در بازارها در دکان بگیم چرا اینطور کردی او مردم او سلفیا، امی گپی تو چی است خبرداری؟ این گپی تو تهمت است. تهمت گناه کبیره است اگر مسلمان هستی. اگر به قرآن عقیده داری، اگر به حدیث رسول الله عقیده داری، از کجا تو سند داری؟ برادرای ما افسوس است که یک کمی همت نداره. هر کس امی گپ برش میگه که چرا این کار کردی، ما کم بگی کش کشه، یا سرم ثبوت کو یا تو مفتریستی، دروغ مرا گفتی، کش کشه که کی کرده. یک عمل میشه سند بری خود کار داره، اینطور نمی باشه. از او خاطر منظوری ما ایست برادرها که ما گاهی هم به فرقواریت دامن نزدیم، نعوذ بالله. از امو خاطر ما ورق نکشیدیم، نام فرقه را مشخص نگرفتیم. ما مطابق آیات کتاب الله و حدیث پیغمبر موضوع را در چوکات صفات بیان کردیم. در این صفت اگر خودم میایم، اگر تو میایی، باید خود اصلاح بکنی، نه بیادایی. و اگر تو بگویی که نه این گپا دیگه زده نشوه، نوروز ما رد نکنم، این مسئولیت دینیم است. چرا رد نکنم؟ همسایه ما ایران خفه نشوه، یک پدرم خفه شوه، در بیان موضوع دین پدرم خفه شوه. تا یک روزگار خیلی وقت من اینطور موضوعات بیان میکردم که پدرم خفه میشد. تا وقتی که ذهنش خلاص نشده بود مرا میگفتی دیگه ملاها هست یا نی؟ این دیگه هم دین میفهمه یا نی؟ چرا ایگه پارا میزنی؟ پدرم مخالف بود. دین است. ما دین ترک کرده به خاطر لحاظای کسی نمیتونیم حق بیان میشه، ولو در هر لحظه باشه. خلیکن یک گپ دیگر هم میزنم. ما از بیخ بوتان برآمدیم که هر گال گنجش ورده نامبد بودنه را نامبد کرده، حکومت هم سر ما بده و بدون از اینکه کدام سند داشته باشه بیاد مسجد ما پرسانا را شروع کنه. تو خو الحمدلله حکومت هستی، کلی منطقه در زیر ساحت است، تمام حرکات و سکنات تو میدانی، تحقیق بکن. تیطور نکو که هر کسی ما را ببری. باز ما همینطور شیشته نمیتونیم. ما مجبور هستیم از حقوق حقه خود دفاع میکنیم. ما اینطور شده نمیتونه که امروز یک عالم ما کش شود دیگر. بله اگر ثبوت داشت علی الرأس والعین، کسی ثبوت و دلیل پیدا کرد
دیگه کسی گپ زدن نمیتونه. اما اینطور نشوه که ما را فقط مسجد ما را مورد حراس قرار بدی. گاهی یک دفعه نفر بیا اینجا فلانی کجاست، قوارش چی رقم است. مولی متوکل کلی کابل میشناسه، تو جنوی تالی رو نمیشناسی، تو حوزه تالی رو نمیشناسی. بشناس مرا، تعقیب کن مرا، تمام عمل کردی مرا سند سرم ثابت کن، خلاص. لیکن اینطور نمیشه که ما توسط افواهات یک تعداد مردمی که دامن میزنه فرقواریت و اصلا فریب مردم داده به نام دین و مردم امروز هوشیار شده واره شناخته، شما افواهات از واره عملی کنید. از همون خاطر در برابر حکومت هم اعلان ما است که حکومت برای کلگیستی، ما از حقوق خود دفاع میکنیم. اینطور نمیشه که ما آرام بشینیم هر کسی ما را برده بروی، در روز هر کدام ما تیر کرده بریم باز آخر ولا سند پیدا نشد بره الاسته. چه رقم حکومت است این کار؟ باز در وقت نماز نعوذ بالله ما اینقدر نعوذ بالله حریم مسجد هم نشناسیم. و ما گفتم براتون که کسایی هست نام ما را مشخص میگیره علیه ما رد میکنه، ما در مقابلش عکس العملی فیزیکی نشان ندادیم. ما فقط با دلایل، با سند، با ارائه آیت کتاب الله، با ارائه احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در این میدان ما مبارزه داریم. این مبارزه خود ترک کردنی نیستیم، چرا ملت ما نیاز به بیان دین داره و ما دین بیان میکنیم. اگر هر کس خفه میشه که خوشحال میشه کاری از دوسته. ما به این خاطر نه که فلانی خفه میشه این مسئله را بیان نکو، فلانی خفه میشه مسئله را بیان نکو. باز خود دین عبارت از یک مسئله است که کلگی سرش چی باشه، اتفاق داشته باشه، خفه نشود، خلاص. امو تور دین امروز نظام غرب هم میخواه، امو تور دین امروز نظام غرب میخواه. میگه دینی باشه که یهود خفه نشوه، نصارا خفه نشوه، دیگرها خفه نشوه. تاسف در اینجا است که دعوتگرای بزرگ ما هم در اینمی فکر غلط استعماری نعوذ بالله فریب خورده، به نام تقریب ادیان پروسه ها را شروع کرده، فعالیت ها را شروع کرده. شما را میگم جوانا دقیق باشه، نظام اسلام با ادیان محرف یک تا شده. چرا که در هر رکعت ما امیر میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میگیم، با کس و با فرقه که ما تفاوت اصولی داریم، فرق اصولی داریم، جمع شده میتونیم. و ما انا من المشرکین، ما خود جمله مشترک نیستیم. چطور قطعی مشترک یک جا شویم؟ خب لیکن وقتی که شما مطالعه کنید انشاءالله بسیار چهره های خیلی سرشناس و خیلی محرک میبینید که به نام تقریب ادیان پروسه ها را جور کرده. لیکن فریب نخوره، فریب نخوره. ادیان متقارب شده نمیتونه. یا حرکت استعماری است میخواه نفرت در مقابل فرقه های گمراه از شما چی کنه؟ بگاهه. شما در مقابل از او حساسیت نداشته باشه، حساسیت شما را میکشه. لیکن افسوس این حرکت کی پیش میبره؟ اون ملایی که من سرش اعتمادم دارم، ریش کلان داره، تقریر زیبا میکنه. لیکن افسوس است، الله رحم بکنه. شما جوانا کتابا را مطالعه میکنی باز میشناسه چهره های اصلی از ایره که برای ایره اهدافش هم شما باید مطالعه بکنید که چرا این کارا صورت میگیره. از همون خاطر یک خواهشم از کل دوستا و برادرای است که همیشه زیرکانه، هوشیارانه و بیدارگر مطالعه بکنی و بسیار چی باشه؟ با احساس باشه، خوابالوده نباشه. مسلمان خوابالوده را خوش نداریم، بیکار و مهمل. اینطوری مسلمان خوشی الله و رسول الله نیست، خوشی ما و شما هم نیست که همونطور باشه. ما باید بیدار و حساس باشیم. الله متعال توفیق نصیب بکنه که ما واقعا در دین خدمت کرده بتانیم.